آنقدر مشغول هستیم که از خود واقعیمان دور شدیم. گاهی میگوییم من از این جایی که هستم چه میخواهم، یا در این مکان چه کاری قرار است انجام دهم، و یا اینکه از کجا آمدم و قبل از این بعد فیزیکی مشغول به چه کاری بودم، و یا اصلا بعد این بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد. باید گفت قوانین حاکم بر طبیعت، من، شما، درختان، ماده و انرژی هیچ وقت از بین نخواهیم رفت، بلکه از حالتی تغییر شکل می‌دهیم. درختان سبز می‌شوند، تبدیل به چوب و در نهایت تبدیل به انرژی می‌شوند. شروع، آغاز. انسان‌ها از افکار خود من واقعی را در دنیای واقعیت خلق می‌کنند. تمامی این گفتارها در سطح فیزیک و فلسفه گفته شده و به صورت ریاضی شکل داده شده‌اند و جلوه آن در افکار روح ما نمایان شده است. تفکر و آگاهی راهی برای شناخت خود که باعث درک بهتر قوانین و ناشناخته‌ها نسبت به پیرامون جهانمان است. ما انسان‌ها هیچگاه نمی‌توانیم به طور کامل طبیعت مرموز را کشف کنیم و فقط به طور دائم جستجو کرده تا راهی برای درک پیرامون خود به دست آوریم. کمیت‌هایی مثل دما، جرم، طول، زمان و غیره هر کدام در دنیای فیزیکی قابل اندازه‌گیری هستند. از کوچکترین ذرات تا بزرگترین پدیده‌ها در آزمایشگاه‌های مجهز قابل اندازه‌گیری که البته انسان‌ها نیز به طور حواس پنجگانه خود به صورت نسبی می‌توانند اندازه‌گیری کنند، مثل آب سرد و گرم، ارتفاع و اندازه، سرعت، سبک یا سنگین و غیره. مبحث در دنیای فیزیک به دو شکل واقع‌گرا که میگوید هر چیزی که بتوان مشاهده، درک و تحلیل بر روی آن انجام داد، در مقابل آن ضد واقع‌گرا که تعریف آن مشاهده نشده ها مثل کنچاله ها، الکترون، کوارک ها و غیره که البته وجود بعضی از این پدیده ها در آزمایشگاه های مجهز اثبات رسیده است. آیا می توان از ذرات زیر اتمی تا پهنای عظیم کیهان را اندازه گیری کرد؟ اصلا اندازه چیست؟ آیا می توان همه چیز را اندازه گیری کرد یا اینکه اندازه گیری وسیله است برای راحتی کنجکاوی و درک پدیده ها؟ افکار هستی و رفتار ابعاد در بعد خود به چه صورت است؟ انسان ها با اندام کوچک خود یعنی مغز 1500 گرمی که البته جزئی از کل این قوانین است، میخواهیم به درک صحیح ناشناخته و کامل هستی برسیم. مهم در تاریک‌بود فضا زمان سفر میکنیم تا درک کوچکی از آن باشد با هر بار نشان دهنده میزان درجه آزادی ذاتی است. به عبارتی بعد مقدار جهت‌هایی که یک جسم میتواند در جهان حرکت کند. بعد صفر یا صفر بعدی، بعدی بسیار مهم با اجزای هیچ، همانند نقاطی که هیچ ربطی به یکدیگر ندارند ولی اما شاید هم ربط دارند. در واقع نقطه‌ای است که دارای اندازه نیست و فقط یک تعریف است، اما به این دلیل مهم است که با تشکیل دو نقطه صفر بعدی و با اتصال یک خط بین این دو دنیای تک بعدی رخ می‌دهد. با این حساب بعد صفر پایه‌ای ترین و اساسی ترین بنیاد هستی است.
پس ما از هیچ کم کم به همه چیز خواهیم رسید. بعد اول، طول. مغز ما قادر به درک بعد اول نخواهد بود، زیرا در آن زندگی نمی کنیم. بعد اول کوچکترین درجه آزادی در فضا است. به نظر شما چرا نگفتیم فضا زمان؟ چون هنوز به بعد زمان نرسیده ایم. زمان در بعد دیگری است که به آن خواهیم پرداخت. بعد اول فاصله بین دو نقطه که با یک خط نشان داده می شود که بدون عمق، بدون ارتفاع و بدون عرض است. به عبارت دیگر، تارهایی که ماهیت عنصری کیهان را تشکیل می دهند رشته های تک‌بعدی هستند. بعد دوم، عرض. بعد دوم یا صفحه بدون ارتفاع. ما یک درجه آزادی به بعد یک داده ایم. یعنی ما یک خط به خط اول که تک‌بعدی بود اضافه می کنیم. یک جسم دو بعدی دارای طول و عرض است. شاید این بعد نیز درکش برای ما سخت باشد، چون هیچ گونه تجربه زندگی در آن را نداریم. و اما بعد سوم، ارتفاع، حیات، زندگی، قابل مشاهده، فیزیکی، ماده. زمانی که از دو بعد عرض و طول خارج می شویم و به یک بعد بالاتر می رویم، خود و تمام چیزهای قابل مشاهده را درک می کنیم. اینجا خانه است. بعد فیزیکی که من، شما، زمین، منظومه شمسی و غیره، تمام جانداران در حال ارتعاش و حرکت هستیم.